چند سالیه که همه جا صحبت از منیزیمه، از تأثیر شگفت‌انگیزی که روی بدن ما میذاره. اما آیا همه آدم‌ها نیاز دارن که این مکمل رو مصرف کنن؟ درسته که ما منیزیم رو به عنوان یک راهکاری برای بهبود خواب، افزایش انرژی و کاهش استرس میشناسیم، اما واقعیت اینه که مصرف این مکمل بدون شناخت نیازهای دقیق بدن ما میتونه باعث عوارض و تداخلات دارویی بشه. در نتیجه انتخاب نوع منیزیم و میزان دوزش باید با توجه به شرایط بدنی هر فرد و توسط پزشک یا داروساز صورت بگیره. این روزا زیاد این جمله شنیده میشه که منیزیم گلایسینات برای مغز خوبه، منیزیم سیترات برای عضله و یه فرم دیگه برای خواب بهتره. اما مطالعات علمی نشون داده که این دسته‌بندی خیلی دقیق نیست. تحقیقات مختلفی نشون میدن که فرم‌های مختلف منیزیم تفاوت خیلی زیادی با هم دیگه ندارن. تفاوت اصلی اونا توی جذبشون و تحمل گوارشی بدن. پس دنبال منیزیم مخصوص قلب یا مغز یا عضله نباش. بهتره با مشورت پزشک یا داروساز فرمی از منیزیم رو انتخاب بکنی که بیشتر با بدن سازگاره و دوزی که مورد نیاز بدنت هست انتخاب کنی. ما توی زینوم با تحلیل آزمایش شما توسط پزشک، داروساز و متخصصین حوزه لانجویتی بهتون کمک میکنیم که نیازهای واقعی بدنتون رو بهتر بشناسید. چون ما معتقدیم که مسیر طول عمر با کیفیت با شناختن بدن شروع میشه.